آرزو بکنم؟ آره. واسه تک تکتون آرزو میکنم آدمی بیاد توی زندگیتون که وجدانی بلند نه قدی بلند، قلبی پاک نه لباسی مارک، شعوری والا نه تحصیلات بالا داشته باشه. چرا که من باور دارم آدما فقط و فقط به مهر به اینجا از هم برتری دارند. هر وقت دلت گرفته بود و از گرفتاری دنیا خسته شدی، این ویدیو رو سیوش کن و بیا این دعا رو گوش بده. مطمئنم دلت آروم میگیره. به نام خداوند بخشنده مهربان. پروردگارا، من گره کارم فقط با دستان معجزه‌گر تو باز میشه. تو خودت آگاه هستی و میدونی که من فقط تو رو دارم که میتونه مشکلات من رو برام آسون کنه. ای پناه کسی که پناهی نداره. من فقط تو را میپرستم و از تو یاری میجویم. به زندگی من و عزیزانم نظر کن. از ته